امروز میخوام به مهمترین مبحث معامله‌گری که ارتباط مستقیم با مدیریت ریسک و معاملاتمون داره بپردازم. یعنی بررسی لات، پیپ، لورج یا اهرم که توی مدیریت ریسک و معاملاتمون میتونه نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه. این مبحث به خاطر پیچیدگی و مبهم بودن و اعداد و اعشاری که داره، یکی از چالش برانگیزترین مباحث ترید هست که باعث اکثر معاملات ضرردهمون هم هست و اگر این مسئله رو برای خودمون بازش نکنیم و حل و فصلش نکنیم ممکنه به یه معضل بزرگ برامون تبدیل بشه. امروز سعی می‌کنیم با ساده ترین و کاربردی ترین روش این مبحث رو باز بکنیم و تمام ابهاماتش رو برای خودمون رفع بکنیم. سلام، به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال نکات فنی، تحلیل و بررسی بازار و لایف تریدهای روزانه رو باهات به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشت میاد، لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزن که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهت اطلاع داده بشه. خب بریم روی چارت تا ببینیم که لورج، اهرم، لات، پیپ چطور میتونن به ما توی مدیریت ریسک و معاملاتمون کمک بکنن. خب اولین چیزی که برامون مهم هست، بذارین ابتدا من اول یه سری این ابزارهایی که اینجا وجود داره رو بهتون بگم، چون وسط کار به کارمون میاد، باید با اونا انجام بدیم. ببینید این اسکرول وسط ماوستون رو که فشار بدین، این کراس شیرتون میاد که شما میتونید اندازه پیپ و تعداد کندلایی که میره جلو و اینا رو میتونید اندازه بگیرید، درصد حرکت قیمت و اینا رو که نکنید. اولین عدد قیمت، میبینید متناسب با همون قیمتی که من میرم بالا اون قیمت رو نشون میده. دومین عدد که نوشته بار مال کندل، تعداد کندله، یعنی مثلا از اینجا تا اینجا چند تا کندل هستش. سومین عدد پوینت یا همون واحد اندازه‌گیری حرکت قیمت رو نشون میده. حالا بهتون توضیح میدم که پوینت چیه، که پیپ و پوینت و اینا واحد اندازه‌گیری قیمت هستن. حالا بهتون توضیح میدم. و آخرین عدد هم یک درصدی هست. ببینید اون درصدیه که از همون قیمتی که کلیک میکنید روش، دقیقاً از اینجا که من کلیک کردم هر چی که میرم بالا، میبینید الان 0.02% از اون قیمت من رفتم بالا. هر چی میره بالاتر نکنید، الان مثلا میشه 12-13% از اون قیمتی که شروع بوده از اونجا اومده بالا. اینم درصدی هستش که حالا تو اسکرول میشین ببینید 4 تا عددی هستش که این کراس شیر نشون میده. خب میریم سر مبحثمون. ببینید اولین چیزی که خیلی مهمه که بدونین اینه که لات چیه. لات واحد اندازه‌گیری حجم معاملات هستش. این عددی هستش که اینجا میبینین که شما میخواین معامله ای رو بگیرین، از طریق این عدد میتونید حجم اون معاملتون رو تعیین بکنید که چقدر میخواید وارد معامله بشید. حالا بر مبنای مدیریت ریسکی که دارید که حالا هرچی بریم جلوتر واسهتون مفهوم‌تر میشه و بازتر میشه. و حالا یه سری المان‌های دیگه هم هست که در کنار این با هم کمک میکنن که شما اون حجم معاملاتون رو تعیین بکنید که دونه دونه میرسیم بهشون. پس لات شد واحد اندازه‌گیری حجم معاملات که حالا روی هر ارزی متفاوته که همه اینا رو دونه دونه بهش میرسیم. دومین مبحث پیپ هست. پیپ چیه؟ پیپ واحد اندازه‌گیری حرکت قیمت هست. من اینجا بهتون گفتم که مثلا قیمت هر حرکتی میکنه، نوشته پوینت کوچکترین عدد واحد اندازه‌گیری حرکت قیمته که بغلیش میشه پیپ، یعنی 21. الان اینجا 20 پوینت منظور 2 پیپ هست که ببینید هر ارزی اعداد اعشاری داره کنارش. توی جفت ارزهای فارکس 4مین عدد اعشار میشه پیپ و 5مین عدد اعشار میشه پوینت که بر مبنای این ما میتونیم اون فاصله قیمتی رو برای خودمون تعیین بکنیم که برای محاسبه درصد ریسک و اون حجمی که میخوایم معامله بکنیم با کمک لات سایز این دوتا رو با هم مجموعاً با کمک هم میتونیم حجم معاملمون رو تعیین بکنیم. پس 4مین عدد اعشار توی جفت ارزها. البته تو بعضی از جفت ارزها متفاوته، مثل این USD JPY که 3 تا عدد اعشار دارن. خدمتون عرض شود که دومین عدد اعشار یعنی عدد وسطیه میشه پیپ. خب پس متوجه شدیم که پیپ چی هستش که باهاش میتونیم ما
فاصله اون ریسکی که میخوایم انجام بدیم رو محاسبه بکنیم و فاصله قیمتی رو باهاش محاسبه بکنیم. خب مبحث بعدی که خیلی مهمه مبحث لورج یا اهرم هست. لورج یا اهرم چیه؟ لورج یا اهرم، شما وقتی حسابی رو بروکر باز میکنید توی اون حساب نوشته لورج یا اگر فارسی باشه نوشته اهرم، که خدمت شما عرض شود که یه عددی هست 200 100 500 1000 که این نسبت چند برابر کردن پول شما رو برای معاملاتتون نشون میده. یعنی که مثلا اگر شما روی 100 بذارین، پول شما یعنی اون مبلغی که میخواین اون ارز رو خرید رو بکنید رو 100 برابر میکنه، یا مثلا 200 بذارین 200 برابر میکنه، 500 بذارید 500 برابر میکنه. این لورج اهرم این پوان رو به شما میده که شما پولتون رو چند برابر بکنید و بتونید حجم بیشتری اون ارز رو خریداری بکنید که بتونید مثلا حالا سود بیشتری بکنید. ولی توجه بفرمایید که این لورج اهرم همونطور که میتونه سودده باشه براتون و اینکه باعث بشه که شما سود بیشتری بکنید، از اون طرف هم ممکنه باعث بشه شما ضرر سنگین بکنید، به خاطر اینکه به نسبت همون جور که شما سودتون چندین برابر میشه، ضررتون هم چندین برابر میشه. پس باید خیلی اطلاعاتتون رو تو این مسئله ببرین بالا تا دچار مشکل نشین و حسابتون دچار چالش نشه. خب ببینیم برسیم به مبحثی که چطور میتونیم با کمک لات و پیپ ما اون حجم معاملاتمون رو تعیین بکنیم. ببینید این فرمول محاسبه لات اینجوریه که شما هر لات برابر است با 100,000 واحد یک ارز. یعنی شما اگر حجمتون رو بذارید روی یک لات، انگار که دارین 100,000 واحد یک ارز رو خریداری میکنید. اگر بذارید روی 1/10 لات 10,000 واحدش رو دارین خریداری میکنین. اگر بذارید روی 1/100 1000 واحدش رو دارید خریداری میکنین. حالا بیایم مثال بزنیم. یعنی چی این قضیه؟ ببینید خدمتتون عرض بکنم که اول اینو بهتون بگم که ببینید AUD USD توی جفت ارزها اون ارزی که اول نوشته شده میشه ارز پایه. یعنی شما روی این چارت اگر بخواید خرید یا فروشی انجام بدید بر مبنای قیمت دلار استرالیا باتون حساب میکنه. حالا این قضیه یعنی چی؟ ببینید فرض بفرمایید که شما میخواید 1/100 خرید بکنیم. درسته؟ گفتیم که 1/100 یعنی 1000 واحد از اون ارز رو میخوایم بخریم. بذارید من ماشین حسابم هم بیارم. خب فرض بفرمایید که ما میخوایم 1000 واحد از ارز استرالیا دلار و استرالیا رو بخریم. قیمتش چقدره؟ حضورتون عرض شود که قیمتش 0.65 635 0.65 635 مساویه. یعنی ما باید 656 دلار امریکا بدیم تا 1000 دلار استرالیا رو بگیریم، چون داریم روی چارتی معامله میکنیم که دلار استرالیا پایه اون چارت هست، یعنی ارز پایه هستش. پس بر مبنای دلار استرالیا ما خدمت شما عرض شود که این محاسبه رو انجام میدیم. پس شد 656 دلار امریکا باید بدیم تا 1000 واحد 1000 دلار استرالیا رو بخریم. خب من چون لوریجم 100 هست، این عدد که باید من مبلغش بدم قرار شد که 100 برابر بکنه پول منو دیگه. بعد اینو تقسیم بر 100ش بکنم دیگه. خب شد 6 دلار رو حدودا نیم. یعنی من الان یک معامله با 1/100 اگر باز بکنم، اینجا خدمتتون عرض شود که باید 6.5 دلار از من کم بکنه از حساب من. خب ما اینو امتحانش میکنیم. ما میایم مثلا این رو یه بای میزنیم روش. خب اینجا من بهتون اول بگم که این فاصله‌ای که اینجا افتاده این اسپرد هست، کارمزدی هستش که بروکر میگیره. خب این کارمزد نگاه کنید اینجاست. میبینید الان من روی AUD USD معامله کردم حدوداً 9 پوینت، یعنی 1 پوینت کمتر از 1 پیپ کارمزدش هست. نگاه من الان حساب کردم همون 9 پوینته. خب این میشه اسپردش، کارمزدش، که از رو چی حساب میشه؟ از اختلاف قیمت اسک و بید، اختلاف قیمت خرید و فروش. اون ما و تفاوت اختلاف قیمت خرید و فروش، ببینید این قیمت خرید و فروش که اینجا هست یه تفاوتی با هم دارن دیگه. میبینید
این ما تفاوتش میشه کارمزد این بروکر که البته شناور هم هست. میبینید پایین بالا میشه 9 10 این شناور هست که حالا طبق قوانین خود بروکرها هستش. خب ما این معامله رو باز کردیم. خب اینجا نگاه کنید دقیقاً همون عدد روی ماشین حساب نگاه کنید تقریبا همون شد. حدوداً $6.5 از ما کم کرد که اسم این عددی که از رو حساب ما کم میشه اینجا نمیشه مارجین. پس مارجین هم اینجا الان یاد گرفتیم چیه. مارجین اون مبلغ عددی هستش که از حساب بالانس شما کسر میشه برای انجام معاملتون. خب حالا که اینجا باز هست من اینجا رو کامل بهتون توضیح بدم. بالانس که شد همون بالانس یعنی پولی که شما تو حسابتون کامل دارین. ایکویتی حساب اون پول شناوری هستش که شما توی حسابتون دارین. یعنی شما وقتی معامله‌ای که باز میکنید این در لحظه نشون میده، معاملاتون که داره بالا پایین میره تو لحظه نشون میده که شما چقدر تو حسابتون هست، چقدر کم شده، چقدر زیاد شده، این تو لحظه نشون میده. مارجین هم که شد همون عددی که شما بابت خرید یا فروش اون معاملاتون انجام دادین کم کرده از حسابتون بروکر. فری مارجین چیه؟ اون عددی هستش که این مبلغی که شما معامله کردین رو کسر میکنه و مبلغ آزاد فری مارجین یعنی اون مبلغ آزادی که شما برای معاملات بعدی بخواین انجام بدین. یعنی شما میتونید از این $5,119 استفاده بکنین چون حساب $5,125 بود. $6.5 حدودا کم شد $5,119. خب مارجین لول هم به شما نشون میده که چه مقدار از اون سرمایه شما قابل دسترسه که شما بخواید برای معاملات جدید استفاده بکنید. به درصد هستش دیگه. این حالا این 5 تا عددی هستش که اینجا بود که توضیح دادم بهتون. پس دیدید متوجه شدید که ما با 1/100 لات وارد معامله شدیم. 1/100 لات شد 1000 واحد از یک ارزی و خدمتتون عرض شود که تونستیم که حساب بکنیم که چه مقدار از مبلغ بالانس ما کم میکنه برای یک معامله با لورج و اهرم 100. حالا اگر مثلا 200 باشه لورج و اهرمتون شما باید اون 1000 واحد رو خدمت شما که مبلغی که در آوردین تقسیم بر 200 بکنید دیگه، تقسیم بر 100 نباید بکنید. حالا اینا یه مقدار احتمال داره که مبهم باشه، چند بار که ویدیو رو ببینید براتون بیشتر جا میفته. خب خدمتتون عرض شود که ما بریم حالا روی یک ارز دیگه این رو تست بکنیم. خب مثلا فرض بفرمایید که ما میخوایم بریم روی طلا. من طلا رو انتخاب بکنم. این طلا روی طلا متفاوته. ببینید روی طلا هر لات مساوی است با 100 اونس، یعنی انگار که با یک لات شما دارین 100 اونس میخرین. 1/10 لات دارین 10 اونس میخرین. 1/100 لات دارین 1 اونس میخرین. و خدمتتون عرض شود که توی طلا عدد اعشارش هم نگاه بکنید 2 تا عدد اعشار داره که آخریش میشه پوینت، بغلیش میشه پیپ. و چون اینجا نگاه کنید حجمش هم خیلی بالاست، این فاصله پیپش هم خیلی پایینه. یعنی پس شما مثلا خیلی باید حساب شده وارد بشید توی طلا و مثلا اینجا نگاه کنید الان 20 پیپش با 20 پیپی که ما توی جفت ارز مثلا نگاه کنید AUD/USD حساب کردیم با AUD/USD این 20 پیپش فاصلش میکنه انقدر، این 20 پیپ توی جفت ارز AUD/USD، اما توی طلا ببینید به خاطر حجم بالاش 20 پیپ انقدر میشه فاصلش. پس شما توی مدیریت ریسکتون خیلی باید مراقب باشید که اون درصد ریسکی که مثلا محاسبه میکنید برای معاملتون باید معقول باشه و نسبت به اون درصد ریسک این لاتتون رو معین بکنید که پول زیادی یهو ازتون کسر نشه. خب حالا ما همه این محاسبه کردن ها و اینا رو من بهتون جلو میگم که چطور محاسبه بکنید که به راحتی بتونید خدمت شما عرض شود که وارد معامله بشید بدون هیچ استرسی. این اطلاعات رو که وقتی داشته باشید دیگه اصلا استرسی ندارید که الان من باید چیکار کنم، چقدر حجممو بذارم، الان یه موقع مثلا درصد ریسکم بزرگ نشه.
هیچ استرسی دیگه نخواهید داشت بابت این مسائل. خب میریم که طلا رو محاسبه بکنیم که ببینیم چطور میشه که خب من این طلا رو اشتباه آورده بودم، XAU USD بعد می آوردم XAU AUD، یعنی با دلار استرالیا آورده بودم. خب بریم روی طلا ببینیم که روی طلا چجوری میشه. ما میخوایم مثلا فرض فرمایید که 1/10 لات روی طلا خرید بکنیم. گفتیم 1/10 لات روی طلا میشه 10 اونس طلا انگار داریم میخریم. خب ما میزنیم 10 اونس طلا ضرب در قیمتش چقدره؟ 4229 تا 4230 4230 دلار مساویه 42300. یعنی ما باید پول بدیم تا 10 اونس طلا بخریم. خب ما لیوریج اهرممون چقدره؟ 100. این عدد رو تقسیم بر 100 میکنیم مساویه 423. یعنی من الان اینجا با 1/10 لات که معامله خرید بزنم 423 دلار باید از حساب من کم بکنه. خب ببینیم که چطوری میشه. 1/10 لات همون 423 دلار. ببینید پس این مارجین اون عددیه که از حساب شما، اون پولیه که از حساب شما کسر میشه و میاد که معامله برای شما باز میکنه، البته با اهرم و لیوریجی که شما تعیین کردین. حالا اهرم و لیوریج هم که گفتم بهتون همون اعتباریه که خدمت شما عرض شود که بروکر به شما میده که شما بتونید با مبلغ بیشتری وارد معامله بشید، ولی خیلی مراقب باشید چون همونطور که باعث میشه شما بیشتر سود بکنید، از اون ورم ممکنه که حساب شما رو دچار چالش بکنه و حضورتون عرض شود که حسابتون رو از دست بدید و باید متناسب با پولی که دارید تو حسابتون متناسب با اون وارد بشید. ببینید اینو حتما در نظر داشته باشید که این اعتباری که بروکر به شما میده که شما چند برابر بکنید حسابتون رو، پولتون رو و وارد یک معامله بشید، این فقط بابت سودتونه. یعنی شما اگر که معامله برخلاف اون تحلیلتون بیاد، این ضرری که دارید شما میخورید از حسابتون کم میشه، اون اعتباری نداره ها. اون فقط اعتباری که به شما میده بابت سوده. نکنید الان داره حسابم میره تو ضرر. وقتی میره تو ضرر از حساب اصلی من، از پول اصلی من کم میشه به همون سرعتی که چند برابر شده. متوجهید؟ یعنی همون جور که سود شما رو چند برابر میکنه، ضرر شما رو هم چند برابر میکنه و از حساب اصلیتون کم میشه. یعنی اگر شما لات سایز متناسبی رو انتخاب نکرده باشید، با یه حرکت کوچیک ممکنه کل حسابتون رو از دست بدید. پس اینو خیلی بهش توجه بکنید و مد نظرتون باشه که درست این حجمتون رو انتخاب بکنید. خب پس اینم روی طلا و این مباحثی که بهتون گفتم. اون روز اول که شما متاتریدر رو باز میکنید، این واچ لیستتون رو که میارین اینجا، به جای اون اسپردی که الان من گذاشتم، این دیلی چنج هست، یه درصد هست اینجا که من اون درصد رو برداشتم و به جاش اسپرد آوردم. اینجا همه چی هست دیگه، ولومش رو میتونید بیارید، خدمت شما ارشد تایم میتونید بیارید، حالا هر چی که نیازتون هست رو میتونید اینجا اضافه بکنید به این لیستتون. ولی خب من اسپرد کافیم بود و اسپردش رو آوردم که بتونم محاسبه بکنم معاملاتم رو. یه مبحثی که خیلی مهمه که شما در نظر داشته باشید، محاسبه اینه که شما وقتی معامله رو باز میکنید، با هر حرکت یک پیپ چقدر از شما مبلغ کم میکنه. یعنی شما بتونید درصد ریسکتون رو حساب بکنید نسبت به پیپی که در نظر گرفتید. خب فرمول محاسبهش اینطور هستش که ببینید شما با یک لات معامله، اگر معاملتون یک لات حجمش رو گرفته باشید، هر حرکت یک پیپی که میکنه، با هر حرکت یک پیپ $10 از شما یا پول اضافه میکنه یا کم میکنه. نکنید فرمولش اینطوریه که وقتی شما حجم معاملتون یک لات باشه، با هر حرکت یک پی پی $10 پول جابجا میشه. اگر 1/10 لات معاملتون باز باشه، با هر حرکت یک پیپ $1 و اگر 1/100 لات باز باشه، با هر حرکتی 10 سنت معامله باز میشه. خب من میرم روی ارز طلا تا بتونم که این محاسبه رو براتون انجام بدم. ببینید من مثلا الان میخوام اینجا وارد معامله بشم، میام حساب میکنم که میبینم که مثلا به عنوان مثال میخوام 50 پیپ استاپ بذارم، درسته؟
با 0.1 لات میخوام وارد شم، 50 پیپ میخوام استاپ بذارم. با 0.1 لات اگه بخوام وارد شم 50 پیپ استاپ بذارم، یعنی هر پیپی میشه $1 دیگه، میشه $50. خب من معامله‌مو باز میکنم، میام 50 پیپ، حالا دقیق نشد، آره این 50 پیپ، نگاه کنید 50 پیپ 500 پوینت، 50 پیپ $50 ضرر من شد. یعنی اگر بیاد اینجا من $50 ضرر میکنم. از این طریق میتونید محاسبه بکنید و همینطور هم برای تیپی که میخواید بذارید. اینجا مثلا شد 92 پیپ، یعنی $92 سود من شد. به این صورت شما میتونید که درصد ریسکتون رو محاسبه بکنید و اون حجمتون رو محاسبه بکنید که با چه حجمی میخواید وارد بشید. مثلا اگر که بالانستون خدمت شما هر شب $5,000 مثلا، مثل این بالانس، شما 1% اینجا ریسک کردید، 1% میشه $50 دیگه، 1% ریسک کردید، ولی از اون ور مثلا میتونید 2% تا $100 یه معامله 1:2 ریسک و ریوارد 1:2 رو میتونید بگیرید. اینطوری میتونید محاسبه بکنید که چطور وارد معامله بشید. خب توی شاخص ها این قضیه متفاوت هستش. ببینید توی شاخص ها رو هم شما نگاه بکنید، این اسپردشون رو انگار که بیشتره ولی بیشتر نیست. شاخص ها به خاطر حجم بالایی که دارن، به خاطر عدد اعشار، بذارید من بیارم داو جونزو، میبینید این عدد قبل از اعشار، عدد اصلیش حجم خیلی بالاییه. ببینید شما داو جونز یا نزدک و اینا رو که بخوایم معامله بکنید، من چون خودم داو جونز معامله میکنم، داو جونز مثال میزنم. داو جونز معمولی رو، حالا معمولی و غیر معمولیش بهتون میگم جریانش چیه. داو جونز رو شما بخواید معامله بکنید کمتر از 0.1 نمیذاره معامله بکنید. میگم چون حجمش بالاست، اصلا این دیگه کمترین حالتش 0.1. مثلا ببینید من الان بخوام بذارمش 1/100 و بخوام معامله بکنم، اصلا عکس العمل نشون میده، میگه که اینجا باید عوضش بکنیش 0.1. و چون این عددش خیلی بزرگه، اکثر بروکرها یا عدد اعشار ندارن یا مثلا 1-2 تا اعشار دارن که اینجا الان 2 تا اعشاره و میان اینو تعریف میکنن دیگه. این کوچکترین عددش میشه پوینت و توی شاخص ها هر 100 پوینت میشه 1 پیپ. حالا توی جفت ارزها و طلا و اینا هر 10 پوینت میشد 1 پیپ. توی شاخص ها متفاوته، چون حجم خیلی بالاه، هر 100 پوینت میشه 1 پیپ. چون بیشتر هم شاخص ها رو به تیک حساب میکنن، بروکرها اینجوری تعریف کردن که شما هر 100 پوینت رو 1 پیپ حساب کنید. یعنی الان اینجا 200 پوینتی که زده، یعنی کارمزدش 2 پیپه. فکر نکنید 20 پیپه، نه، این کارمزدش 2 پیپه. این به خاطر حجم بالای معاملات هست. خب این خدمتتون عرض کردم که داو جونز معمولی رو شما بخواید الان معامله بکنید، زیر 0.1 نمیذاره معامله بکنید. برای همین یه شرکت امریکایی به اسم شیکاگو مرکنتایل اکسچنج، یعنی همون بورس کالای شیکاگو، اومد چیکار کرد؟ اومد قراردادهای شاخص‌ها رو کوچیک کرد. برای چی؟ برای اینکه معامله‌گرهای خرد و معامله‌گرهای کوچیک‌تر هم بتونن اینا رو معامله بکنن و فقط بانک‌ها و مؤسسات و اینا نباشن و اینا بتونن با حجم کوچیک‌تر معامله بکنن. یعنی اگر شما بخواید مثلا قرارداد داو جونز رو معامله بکنید، هر تیکش $50 ارزششه، اما این شرکت اومد این قراردادها رو کوچیک‌ترش کرد، یعنی هر تیکش رو کرد $5 و یه پسوند مینی هم بهشون داد، یعنی داو جونز مینی، نزدک مینی، S&P 500 مینی، که اینا هر تیک قراردادشون ارزشش $5 ولی اصلیا ارزشش $50. برای همین من اینجا نشونتون بدم این داو جونز خدمتتون عرض شود که معمولیه، این داو جونز مینیه. من الان روی این داو جونز مینی بزنم و با 1/100 ببینید من میتونم وارد بشم. اینم بازید به معامله روی اینم باز بکنم، جفتش رو مقایسه بکنیم. ببینید الان من با 0.1 لات وارد معامله با شدم توی داو جونز معمولی. ما گفتیم روی شاخص ها هر 100 پوینت میشه 1 پیپ دیگه. یعنی من الان اینجا حضورتون عرض شود که 3000 پوینت، بذاریم بیارمش، خب 3000 پوینت بذارین نکنین، 3000 پوینت مساوی است با $30.
یعنی اگر 300 پوینت من می آوردم که میشد 3 پیپ، میشد $3، 3000 پوینت شد $30 ضرر. این توی داو جونز معمولی که با 1 دهم کمتر نمیذاره معامله بکنه. خب حالا چون این حجمش بالاه، ما میریم مینی رو امتحان میکنیم. توی این مینی من 3000 پوینت حرکت میکنم، شد $3. دیدین اینو کوچیکش کرده که معامله گران خرد امثال من که روی داو جونز معامله میکنم و میخوام که خیلی حساب شده معامله بکنم و مدیریت ریسکم رو رعایت بکنم و بتونم که معاملات حساب شده رو انجام بدم، من مینی رو معامله میکنم که خیلی حساب شده است و میتونم با هر حجمی که دلم بخواد وارد معامله بشم. خب بریم سراغ محاسبه. خدمتتون عرض شود که ریسک معاملاتمون که این 2 مدل حالت محاسبه داره. یه مدلی که میتونید حساب بکنید که این حجمتون رو تعیین بکنید برای معاملاتتون به این صورت هستش که ببینید مقدار ریسک به درصد. یعنی شما مثلا یک حساب $5000 دارید، میخواید $50 مثلا ریسک بکنید، $50 میشه 1% حساب $5000 دیگه. پس اینجا 1% رو مد نظر میگیرید، یعنی توی ماشین حساب میزنید که خدمتتون عرض شود که میزنید که 1% درسته. خب میزنید که 1% خدمت شما عرض شود تقسیم بر اندازه ریسک به پوینت. خب اندازه ریسک به پوینت یعنی چی؟ یعنی که مثلا من تحلیل کردم اینجا میخوام خرید بکنم، استاپم رو میخوام بذارم اینجا چقدر شد؟ 65 پیپ. درسته. اندازه ریسک به پوینت یعنی این که چی؟ یعنی من اینجا که الان میخوام وارد شم، استاپم رو که میخوام بذارم اینجا میشه 652.65 پیپ. باید به پوینت حساب بکنید. پس شد 1% تقسیم بر 650 پوینت ضرب در بالانس. بالانستون چقدره؟ مثلا 5000 مساویه شما 700 لات میتونین وارد معامله بشین که بشه $50 بخواید مثلا ریسک بکنید. خب ما یه امتحان میکنیم. 700 ما میخوایم اینجا وارد معامله بشیم و 65 پیپ هم میاریم پایین. خب اینجا چون حرکت کرده، خب ببینید تقریبا همون شد دیگه. به خاطر اینکه از لحظه که ما حساب کردیم قیمت یه ذره حرکت کرد، حدودا ناکنه همون $50 شد. 659 پوینت، حدودا $46 و خورده ای. این به خاطر همین حرکتی بودش که انجام داد. با این فرمول میتونید حساب بکنید. این یه فرمولشه. یه فرمول دیگه هم هستش که شما میتونید خدمتتون عرض شود که با قیمت و آسان‌تر هم هست دیگه، سرعت عملش هم بیشتر میتونه باشه که مثلا بیاین حساب بکنید، بگید میخوام $50 من ریسک بکنم، $50 میخواین ریسک بکنین، میایین تقسیم بر همون 650 پوینت میکنین. این هم دقیقاً همون عدد رو بهتون داد، 0.07%. شما میتونید وارد معامله بشید و همون مقدار درصد ریسکتون بشه و همون مقدار مبلغ رو ریسک بکنید. امیدوارم که براتون حالا شفاف شده باشه. یه چند بار که ویدیو رو ببینید واسهتون بیشتر واضح میشه. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من سعی کردم که حالا یه جور خیلی عامیانه توضیح بدم که برای همه مفهومش راحت‌تر باشه و متوجه بشن که به چه صورت هست این اعداد و ارقام، چون اعداد اعشار میاد و این مبلغا و اینا میاد، این مقدار گیج کننده است و پیچیده است. برای همین خیلی از تریدرها اصلا سمت این داستان نمیرن و خیلی با آزمون و خطا روی خود چارت اون درصد ریسکشون انتخاب میکنن، مخصوصا برای شاخص ها که چون حجمش هم خیلی بالاه و بروکرها هر خدمت شما عرض شود 100 پوینت رو یک پیپ میکنن که محاسبهش راحت‌تر باشه و بیشتر به تیک هم حساب میشه. برای همین یه مقدار گیج کننده است دیگه، ولی خب امیدوارم که براتون مفهوم بوده باشه.
بیشتر از این ویدیو رو طولانی نمی‌کنم. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من هر موقع محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. ویدیوها رو شیر بکنید لطفاً به دوستانتون، به کسایی که ترید می‌کنن و میشناسینشون و این محتوا به درشون می‌خوره انتقال بدین که تا بتونن استفاده بکنن. خیلی متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین و شما رو تا دیدار دیگه به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.